تا حالا شده توی یه رابطه باشین و حس کنین هر چی صمیمیتر میشید یه حس ناخوشایند بهتون دست میده؟ یا شاید همیشه توی رابطه هاتون یه اضطراب عجیبی دارین و نمیدونین چرا حس امنیت ندارین؟ کتاب دلبسته دقیقاً به همین سوالات جواب میده. این کتاب علمی اما کاربردی بهمون نشون میده که چطور سبک دلبستگیمون از گذشته تکاملی انسان‌ها شکل گرفته و چطور روی روابط عاشقانه امروزیمون تأثیر میذاره. سلام، من سحر محمدی هستم و اینجا مدرسه شادمانیه. شما دارین به 3مین اپیزود از فصل اول پادکست مدرسه شادمانی گوش میدید که در اردیبهشت 1404 منتشر میشه و من خیلی خوشحالم که اینجا کنارمون هستین. توی این پادکست سراغ کتاب‌ها و مقالات علمی میریم، دربارشون فکر میکنیم و ایده‌هایی پیدا میکنیم که بتونه کیفیت زندگی و رابطه هامون رو بهتر کنه. توی این اپیزود قرار درباره کتاب دلبسته صحبت کنیم. اثری از امیر لوین و ریچل هلر که به نظریه دلبستگی در روابط عاطفی میپردازه و دیدگاه‌های جالبی درباره تأثیر دلبستگی ما بر کیفیت رابطه هامون داره. این کتاب کمک میکنه بفهمیم چرا بعضی از ما توی رابطه ها احساس امنیت و آرامش داریم در حالی که بعضی ها مدام دچار اضطراب، فاصله گرفتن یا سردرگمی میشن. مثلا شاید دیده باشین که بعضیا توی رابطه خیلی نیاز به توجه دارن و مدام دنبال اینن که از طرف مقابلشون مطمئن بشن، در حالی که بعضی‌ها خیلی راحت و مستقل به نظر میان و حتی گاهی از صمیمیت زیاد فاصله میگیرن. این رفتارها بی‌دلیل نیستن و ریشه در سبک دلبستگی ما دارن. وقتی بفهمیم چرا هر کسی توی رابطه‌اش یه الگوی رفتاری خاص داره، نه تنها میتونیم مشکلات رابطه خودمون رو بهتر درک و مدیریت کنیم، بلکه میفهمیم توی رابطه واقعاً چی نیاز داریم تا یه پیوند عاطفی سالم و پایدار بسازیم. احتمالاً براتون پیش اومده که وقتی شریک عاطفیتون برای مدتی کنارتون نیست، یه حس ناخوشایند و ناآرومی سراغتون بیاد. شاید بارها خودتون رو قانع کرده باشین که من مستقلم، نیازی ندارم، اما یه چیزی ته دلتون رو قلقلک میده که انگار قضیه یکم پیچیده تر از این حرفاست. دلیلش اینه که مغز ما از نظر بیولوژیکی طوری طراحی شده که حضور یه نفر دیگه، یه تکیهگاه عاطفی بهمون حس امنیت بده. وقتی این تکیهگاه در دسترس نیست، مغز ما حس خطر و تنهایی رو فعال میکنه، حتی اگه منطقی بدونیم که خطری وجود نداره. حالا این تکیهگاه عاطفی میتونه از سمت والدین باشه یا بین دو نفر که توی یه رابطه عاشقانه هستن. وقتی از دلبستگی حرف میزنیم یعنی چی دقیقاً؟ میشه گفت دلبستگی یه جورایی مثل یه چتر نجات برای ذهنمون. چیزی که وقتی داریم سقوط میکنیم باعث میشه احساس امنیت کنیم. برای بچه‌ها این چتر مادر یا پدره که با حضورشون یه حس امنی بهشون میده. برای ما بزرگترها معمولاً شریک عاطفیمون این نقش رو داره. حالا این دلبستگی چه فایده‌ای داره؟ برای لحظه تصور کنید بعد از یه روز سخت کاری مضطرب و خسته وارد خونه میشید. اگه کسی اونجا باشه که دستتون رو بگیره، با یه لبخند بگه امروز چطور بود؟ یا حتی فقط کنارتون بشینه، انگار یه سنگینی از روی دوشتون برداشته میشه. در واقع وقتی توی یه رابطه صمیمی هستیم، یه پایه امن داریم که باعث میشه حتی توی شرایط سخت هم احساس آرامش کنیم. یه مطالعه جالب روی این موضوع انجام شده. توی این تحقیق از چند تا زن خواستن که یه موقعیت استرس‌زا رو تحمل کنن، اما یه گروه از اونا اجازه داشتن که دست همسرشون رو بگیرن. نتیجه چی بود؟ اونایی که میتونستن دست پارتنرشون رو بگیرن، فعالیت هیپوتالاموسشون، یعنی همون بخشی از مغز که استرس رو کنترل میکنه، کمتر شده بود. در حالی که اونایی که مجبور بودن استرس رو تنهایی تحمل کنن، مغزشون توی حالت آماده باش و پرتنش باقی مونده بود. اما این قضیه یه روی دیگه هم داره. همونقدر که یه رابطه خوب میتونه آرامش بخش باشه،
یه رابطه بد هم میتونه مخرب باشه. اگه رابطتون پر از درگیری و تنشه، بدن شما دائما توی وضعیت استرس باقی میمونه. این یعنی افزایش فشار خون، مشکلات قلبی و حتی تضعیف سیستم ایمنی بدن. یه تحقیقی نشون داده آدمایی که از رابطه زناشوییشون ناراضیان وقتی کنار همسرشون هستن، فشار خونشون بالاتر از وقتی که تنها هستن. پس میبینید که دلبستگی یه چیز سطحی یا انتخابی نیست. توی مغز و بدن ما ریشه داره. نه تنها روی احساساتمون اثر داره، بلکه میتونه واقعا روی سلامت جسمیمون هم تأثیر بذاره. داشتن یه رابطه قوی و صمیمی مثل یه سپر دفاعی در برابر استرس‌های روزمره است. اما اگه این دلبستگی مخدوش بشه یا پر از تنش و اضطراب باشه، میتونه تأثیرات منفی عمیقی بذاره. یه رابطه سالم مثل یه جای گرم و نرم برای ذهنمونه. مثل وقتی که یه خونه امن داریم و میدونیم هر وقت نیاز داشتیم یه نفر هست که ما رو درک کنه. اما توی یه رابطه پرتنش انگار دائم روی لبه پرتگاه وایستادیم. هر لحظه ممکنه سقوط کنیم و هیچ اطمینانی نداریم که کسی همراهمون هست یا نه. حالا که میدونیم دلبستگی چقدر مهمه، بیاین ببینیم اصلا چه سبکایی از دلبستگی وجود داره و چطور میتونیم بفهمیم که خودمون توی کدوم دسته قرار میگیریم. اگه تا حالا توی رابطه عاطفی بودین، احتمالاً اون لحظه‌هایی رو تجربه کردین که شریک زندگیتون همزمان براتون عزیزترین آدم دنیا بوده و هم کسی که میتونسته حسابی اعصابتون رو خورد کنه. اما با همه این بالا و پایین‌ها باز هم کنار هم میمونین و عشق رو میخواین. اما چرا؟ چرا اصلاً این نیاز به دلبستگی انقدر توی ما قویه؟ پاسخش رو باید توی ژن‌هامون پیدا کنیم. از لحظه‌ای که به دنیا میایم این میل توی وجودمون هست که به یکی تکیه کنیم، کسی که بهمون احساس امنیت بده. این فقط یه چیزی نیست که توی زندگی یاد بگیریم. ما به صورت بیولوژیکی برنامه‌ریزی شدیم که دنبال دلبستگی باشیم. داستان از گذشته‌های خیلی دور شروع میشه. اجداد غارنشین ما برای بقا توی دنیایی که پر از خطر بود مجبور بودن گروهی زندگی کنن. اونهایی که یه همراه مطمئن پیدا می‌کردن شانس بیشتری برای زنده موندن و بچه دار شدن داشتن. کم کم این نیاز به دلبستگی توی ژن‌های ما موندگار شد و نسل به نسل به ما رسید. اما این فقط ژن‌ها نیستن که تعیین می‌کنن ما چطور دلبسته بشیم. زندگی و تجربیات ما هم این نیاز رو شکل میدن. یکی از مهمترین تجربه ها رابطه‌ایه که توی کودکی با والدینمون داریم. فرض کنین یه نوزاد گریه میکنه. اگه پدر و مادرش بتونن بفهمن که این گریه از چیه، از گرسنگیه یا فقط نیاز به بغل داره و به موقع و درست بهش جواب بدن، اون بچه یاد میگیره که دنیا جای امنیه و آدم‌ها میتونن بهش محبت کنن. نتیجهش چی میشه؟ احتمالاً وقتی بزرگ بشه توی رابطه‌هاش احساس امنیت میکنه و یه دلبستگی سالم داره. اما اگه بعضی وقتا مادرش با مهربونی جوابشو بده و بعضی وقتا اصلاً بهش توجه نکنه، گیج میشه و همیشه نگران میمونه که آیا کسی واقعاً براش هست یا نه. و اگه یه بچه بارها نیازش نادیده گرفته بشه یا نتونه به نزدیکترین آدم‌هاش اعتماد کنه، ممکنه این باور توی ذهنش شکل بگیره که هیچ کس واقعا براش موندگار نیست. نتیجه چی میشه؟ ممکنه در آینده توی رابطه هاش احساس ناامنی کنه یا از صمیمیت بترسه. البته همه چیز فقط به کودکی محدود نمیشه. زندگی هم توی ادامه مسیر دلبستگی ما رو تغییر میده. مثلا اگه توی یه رابطه عاطفی آسیب ببینیم، ممکنه یاد بگیریم که عشق خطرناکه یا باید همیشه مراقب باشیم که آسیب نبینیم. پس سبک دلبستگی ما یه چیز ثابت و غیر قابل تغییر نیست. اگه توی رابطه‌های قبلی احساس ناامنی داشتیم، میتونیم با آگاهی و تجربه یه رابطه سالم این الگو رو تغییر بدیم. حالا که فهمیدیم این نیاز به رابطه از کجا اومده، توی قسمت‌های بعدی بررسی می‌کنیم که چطور سبک‌های مختلف دلبستگی روی رفتارهای ما توی رابطه‌ها تأثیر می‌ذارن.
براتون پیش اومده توی رابطه احساس کنید همیشه نگران این هستین که طرف مقابلتون به اندازه کافی دوستتون داره یا نه؟ یا اینکه با یه تغییر کوچیک توی رفتارش دلشوره بگیرین که نکنه اتفاقی افتاده باشه؟ بعضی آدم‌ها توی رابطه مدام نگرانن. همیشه دنبال نشونه‌هایی میگردن که بفهمن طرف مقابلشون هنوز دوستشون داره. هر تغییری توی رفتار شریک عاطفیشون حتی اگه جزئی باشه میتونه برای اونها یه نشونه خطر باشه. انگار هیچ وقت نمیتونن از صمیمیت و عشق مطمئن باشن. این سبک رو توی روانشناسی دلبستگی مضطرب میگن. افراد با این سبک دلبستگی بیش از حد درگیر رابطهشون هستن و همیشه نگرانن که یه وقت طرف مقابلشون اونا رو نخواد یا احساسش کم شده باشه. بیاین یه سناریوی آشنا برای آدم‌های با دلبستگی مضطرب رو با هم مرور کنیم. تصور کنید دلتون برای شریک عاطفیتون تنگ شده، بعد وسط کار یه پیام میدین یا زنگ میزنین. ولی به جای جواب یا میبینین پیام رو سین نکرده یعنی ندیده، یا وقتی زنگ میزنین بعد چند ثانیه بوق گوشی رد تماس میشه. همین یه اتفاق ساده کافیه که یه طوفان فکری توی ذهنتون راه بیفته. نکنه ناراحت شده، شاید دیگه دوستم نداره، نکنه اتفاقی افتاده و نمیخواد بهم بگه. قلبتون شروع میکنه تندتر زدن، یه حس سنگینی میاد توی دلتون، نمیدونین چی کار کنین. تا نیم ساعت بعد از شدت استرس حاضرین هر کاری بکنین که فقط یه جواب ازش بگیرین. بعد یه مدت بالاخره خودش زنگ میزنه و میگه ببخشید تو جلسه بودم نتونستم جواب بدم. اینجا ممکنه آروم بشین، ولی یه جای ذهنتون هنوز گیر کرده. چرا اصلا رد تماس کرد؟ چرا حتی یه پیام نداد که بگه جلسه است؟ اگه این وضعیت براتون آشناست، احتمالاً خودتون یا شریک عاطفیتون دلبستگی مضطرب دارید. آدم‌های با این سبک دلبستگی همیشه یه جورایی دنبال اطمینان دوباره از عشق طرف مقابلشون هستن. چرا بعضی از ما اینقدر نگران عشق و صمیمیت میشیم؟ این اضطراب معمولاً از یه جایی ریشه میگیره. شاید توی کودکی همیشه این نگرانی رو داشتیم که نکنه کسی که دوستش داریم یه روز ترکمون کنه، یا شاید رابطه‌های قبلیمون باعث شدن که اعتماد کردن برامون سخت بشه. گاهی هم این اضطراب از نوع رابطه والدین با فرزند شکل میگیره. مثلا اگه پدر و مادرتون نتونسته باشن یه حس امنیت درست و پایدار بهتون بدن، ممکنه ناخودآگاه این الگو رو توی رابطه‌های عاطفیتون هم دنبال کنین. شاید سوال براتون این باشه که راه حلش چیه؟ خبر خوب اینه که این سبک دلبستگی یه چیز تغییر ناپذیر نیست. یعنی هم میشه تغییرش داد، هم میشه با انتخاب یه شریک عاطفی مناسب احساس امنیت بیشتری پیدا کرد. بهترین گزینه برای یک فرد با دلبستگی مضطرب کسیه که دلبستگی ایمن داره. یعنی کسی که از صمیمیت نمیترسه و راحت احساساتش رو بیان میکنه، نیازهای عاطفی شما رو به رسمیت میشناسه، حاضر وقتی نگرانین باهاتون حرف بزنه و آرومتون کنه. و حالا تصور کنید توی همچین رابطه‌ای هستین. اگه پیام بدین و جوابی نگیرین، ذهنتون پر از فکرای ترسناک نمیشه. اگه مشکلی پیش بیاد، راحت و بدون ترس میتونید در موردش حرف بزنید. خیالتون راحته که طرف مقابلتون از عمد بی‌توجهی نمی‌کنه و اگه چیزی پیش بیاد خودش میاد و توضیح میده. این همون حس امنیتیه که یه فرد با دلبستگی ایمن میتونه بهتون بده. یادتون باشه رابطه یه جاده دو طرفه است. اگه سبک دلبستگیتون مضطربه، علاوه بر انتخاب یه شریک مناسب، باید روی خودتون هم کار کنین و کم کم الگوهای اضطرابیتون رو بشناسید و تغییر بدید. توی بخشای بعدی سبک‌های دیگه دلبستگی رو بررسی می‌کنیم. ببینیم چه رفتارهایی از یه رابطه یه پیوند پایدار و سالم می‌سازه. شاید برای بعضی از شما پیش اومده باشه که توی رابطه احساس خفگی کنین، حس کنین طرف مقابلتون بیش از حد وابسته است و مدام ازتون انتظار داره که در دسترس باشید، ولی شما فقط دوست دارید یکم فضای شخصی داشته باشین. یا شاید برعکس، توی رابطه‌ای بودین که طرف مقابلتون هیچ وقت احساساتش رو نشون نمیداد، از صمیمیت فرار میکرد و انگار هر چی بهش نزدیکتر میشدین بیشتر فاصله میگرفت.
اگه این تجربه ها براتون آشناست، احتمالاً با دلبستگی اجتنابی سر و کار دارید، چه توی خودتون چه توی شریک عاطفیتون. کسایی که این سبک دلبستگی رو دارن معمولاً با صمیمیت راحت نیستن. اگه محبت زیادی بهشون داشته باشین یه جوری معذب میشن. اگه بخواین احساسات عمیق‌تری رو باهاشون به اشتراک بگذارین ممکنه عقب بکشن. همیشه یه گوشه ذهنشون دارن فکر میکنن نکنه این رابطه زیادی نزدیک بشه و آزادی معظم بگیره. اونا ممکنه فکر کنن مشکل از طرف مقابله، ولی در واقع این مکانیزم دفاعی ذهنشونه که نمیذاره وارد یه رابطه عمیق بشن. به خاطر همین فاصله عاطفی براشون مهمه. حتی وقتی توی رابطه جدی هستن باز هم سعی میکنن استقلال خودشون رو حفظ کنن و از اینکه زیادی به یه نفر متکی بشن فرار کنن. حالا بیان یه سناریوی آشنا از افراد با دلبستگی اجتنابی رو با هم بررسی کنیم. تصور کنید توی یه رابطه‌ای هستین ولی هر بار که شریک عاطفیتون بهتون میگه دلم برات تنگ شده یه جوری حس سنگینی میکنین. یا مثلا تصور کنید که بعد از یه روز طولانی میخواین تنها باشین ولی طرف مقابلتون میخواد باهاتون وقت بگذرونه و حرف بزنه. به جای اینکه از این صمیمیت لذت ببرین حس میکنین که تحت فشار قرار گرفتین و فقط میخواین یک کم فاصله بگیرین. این سبک دلبستگی معمولاً باعث میشه که افراد اجتنابی احساسات خودشون رو سرکوب کنن. چون بیان احساسات براشون راحت نیست، معمولاً از نشون دادن نیازهاشون تفره میرن و حتی ممکنه احساسات شریک عاطفیشون رو هم دست کم بگیرن. بعضی از آدمایی که سبک دلبستگی اجتنابی دارن توی کودکی تجربه نزدیکی به یه والد سرد و دوریگزین رو داشتن. یعنی هر وقت نیاز به محبت داشتن اون نیاز برآورده نشده. کم کم یاد گرفتن که به کسی وابسته نشن، چون به قول خودشون اگه وابسته بشم فقط آسیب میبینم. این افراد ممکنه توی بزرگسالی هم وقتی کسی زیادی بهشون نزدیک بشه ناخودآگاه همون الگوی قدیمی رو تکرار کنن و عقب بکشن. یکی از ویژگی‌های رایج افراد با دلبستگی اجتنابی اینه که همیشه دنبال یه فرد کامل میگردن. برای همین روی جزئیات کوچیک گیر میکنن. مثلا ممکنه به این فکر کنن که نحوه غذا خوردنش خیلی اذیتم میکنه. چرا انقدر موقع خندیدن صداش بلنده؟ طرز فکرش یکم با من فرق داره. شاید اصلاً آدم مناسبی نباشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون وقتی یه فرد اجتنابی یه رابطه عمیق رو تهدیدی برای آزادی خودش میبینه، ناخودآگاه دنبال یه فرصت برای فاصله گرفتن. به جای اینکه بگه دارم میترسم که زیادی وابسته بشم، به این فکر میکنه که ایراد از طرف مقابله. به جای اینکه بگه نزدیکی عاطفی برام سخته، یه لیست از نقص‌های طرف مقابل توی ذهنش میسازه تا از رابطه عاطفی فاصله بگیره. این کتاب در جواب این سوال که چطور افراد با دلبستگی اجتنابی میتونن یه رابطه سالم بسازن، توضیح میده که اول یاد بگیرن که شریک عاطفیشون رو از یه زاویه مثبت ببینن. هیچ کس کامل نیست. به جای بهونه‌گیری برای فاصله گرفتن بهتره روی ویژگی‌های خوب طرف مقابل تمرکز کنن. دو، اینکه به جای مقصر دونستن طرف مقابل یه نگاه به خودشون بندازن. افراد اجتنابی معمولا خیلی سریع شریک عاطفیشون رو مقصر میدونن. اگه یاد بگیرن که ریشه بسیاری از مشکلات ممکنه توی خودشون باشه، تنش‌ها و سوء تفاهم‌ها کمتر میشه. و سه، از بیان احساسات نترسن. ممکنه سخت باشه اما یکی از مهمترین کارهایی که یه فرد اجتنابی باید انجام بده اینه که یاد بگیره احساساتش رو بیان کنه. گفتن جمله‌هایی مثل بهت نیاز دارم یا بودنت برام مهمه استقلالشون رو از بین نمیبره، بلکه باعث صمیمیت بیشتر میشه. 4، یاد بگیرن که نزدیکی عاطفی با آزادی در تضاد نیست. خیلی از آدم‌های اجتنابی فکر میکنن که رابطه عاطفی یعنی از دست دادن آزادی، اما واقعیت اینه که یه رابطه سالم میتونه هم آزادی بده و هم امنیت روانی. اگه افراد اجتنابی به جای فرار از احساسات کم کم اجازه بدن صمیمیت وارد زندگیشون بشه، میتونن رشد کنن. مثلا به جای رد کردن ابراز محبت بهش واکنش نشون بدن. حتی شده یه تشکر کوچیک بکنن. اگه از یه بحث ناراحت شدن زمان بخوان تا بعداً دربارش صحبت کنن، ولی کاملاً عقب نکشن. برای خودشون بنویسن که چه چیزهایی از صمیمیت میترسونتشون و چرا. این کمک میکنه که آگاهانه تر رفتار کنن. رابطه ایدئال برای افراد اجتنابی چیه؟
بهترین نوع رابطه برای فرد اجتنابی ارتباط با کسی که دلبستگی ایمن داره. یعنی کسی که احساساتش رو واضح بیان میکنه، وقتی طرف مقابلش فاصله میگیره بهش فشار نمیاره، استقلالشون رو میفهمه و احترام میذاره. اگه سبک دلبستگی اجتنابی دارین، یادتون باشه یه رابطه خوب و سالم جاییه که بتونین احساساتتون رو بدون ترس بیان کنید، بدون اینکه حس کنید استقلالتون رو از دست دادید. توی بخش بعدی میریم سراغ سبک دلبستگی ایمن. تا حالا شده توی رابطه دنبال یه تعادل بین استقلال و صمیمیت بگردین؟ یعنی یکی که نه زیادی بهتون بچسبه نه زیادی دور باشه. یکی که وقتی نیاز به فضا دارید بهتون فرصت بده، ولی وقتی احساس تنهایی میکنین کنارتون باشه. همچین آدم‌های واقعا وجود دارن. اونا همون افرادی هستن که سبک دلبستگی ایمن دارن. کسایی که دلبستگی ایمن دارن از صمیمیت نمیترسن. برعکس دوست دارن توی رابطه احساس نزدیکی و امنیت کنن، بدون اینکه فضا و هویت خودشون یا طرف مقابلشون رو نادیده بگیرن. اونا یه تعادل طلایی دارن. به رابطهشون متعهدن و با عشق و علاقه کنار شریکشون میمونن. اگه لازم باشه به طرف مقابلشون فضا میدن بدون اینکه فکر کنن رابطه داره از بین میره. نیازهای عاطفی طرف مقابل رو درک میکنن بدون اینکه مثل افراد مضطرب دچار استرس بشن یا مثل افراد اجتنابی عقب بکشن. البته این به این معنی نیست که افراد ایمن هیچ وقت دچار اضطراب یا دوری از صمیمیت نمیشن. حتی آدمای ایمن هم ممکنه توی لحظات سخت رفتارهای مضطرب یا اجتنابی نشون بدن. مثلا وقتی یه بحث شدید پیش میاد یا یه بحران جدی توی رابطه رخ میده. اما فرقشون اینه که سریعتر به تعادل برمیگردن و توی اون الگوهای ناسالم گیر نمیافتن. پس اگه گاهی توی رابطه حس کردین بیش از حد وابسته شدین یا فاصله گرفتین، این به این معنی نیست که دلبستگی ایمن ندارین. مهم اینه که بتونین تعادل رو پیدا کنین و به رابطه برگردین. حالا بیایم یه سناریو از افراد ایمن توی موقعیت‌های استرس‌زا رو بررسی بکنیم. فرض کنین یه روز کاری بسیار سخت داشتید، کلی کار روی سرتون ریخته، ذهنتون آشفته است و کلاً اعصابتون خورده. همون لحظه شریک عاطفیتون میاد سراغتون و میپرسه چطوری؟ ولی شما به جای اینکه آروم بهش بگین حوصله ندارین، یکم تند برخورد میکنید و میگین الان اصلاً وقت ندارم، لطفاً مزاحم نشو. اگه طرف مقابلتون دلبستگی ایمن داشته باشه، احتمالاً این برخورد رو شخصی نمیگیره. احتمالاً نمیگه وای حتما دیگه منو دوست نداره، بلکه درک میکنه که شما الان توی استرسین و نیاز به فضا دارین. پس بدون اینکه ناراحت بشه یا واکنش منفی نشون بده، بهتون فرصتی میده و شاید یه دلگرمی کوچیک هم بهتون بده. چرا افراد با دلبستگی ایمن شریک‌های عاطفی مناسبی هستن؟ برای رابطه سالم و آروم یه شریک عاطفی با دلبستگی ایمن بهترین گزینه است، چون دائما نگران رابطه نیستن و به خاطر هر اتفاق کوچیکی دچار استرس نمیشن. از صمیمیت فرار نمیکنن و احساساتشون رو پس نمیزنن. بلدن یه تعادل سالم ایجاد کنن. نه زیادی وابسته میشن نه زیادی مستقل. حالا بیایم ببینین چطور یه فرد با دلبستگی ایمن میتونه توی رابطه فرد مضطرب یا اجتنابی رو بهبود بده. افراد ایمن یه اثر فوق‌العاده روی رابطه دارن. اگه شریکشون مضطرب باشه، بهش اطمینان میدن که رابطهشون پایداره و نیازی به نگرانی نیست. اگه شریکشون اجتنابی باشه، با صبوری و حمایت کمک میکنن که کم کم به صمیمیت بیشتری عادت کنه، بدون اینکه احساس خفگی کنه. اما یه نکته مهم، دلبستگی ایمن فقط یک ویژگی ذاتی نیست. اگه احساس میکنید که سبک دلبستگیتون ایمن نیست و توی رابطه مضطرب یا اجتنابی رفتار میکنین، بدونین که این چیزی نیست که برای همیشه تغییر ناپذیر باشه. تحقیقات نشون داده که میشه سبک دلبستگی رو تغییر داد و ایمن تر شد. یه رابطه سالم میتونه شما رو ایمن تر کنه، اما حتی اگه الان توی رابطه نیستین، میتونین با تمرین و شناخت خودتون دلبستگی ایمن رو در خودتون ایجاد کنید.
قرار نیست برای همیشه مضطرب یا اجتنابی بمونین. خلاصه ماجرا اینه. اگه دلبستگی ایمن دارین، احتمالاً روابط موفق‌تر و کم تنش‌تری خواهید داشت. اگه سبک دلبستگیتون مضطرب یا اجتنابیه، ارتباط با یه فرد ایمن میتونه کمک کنه که رابطه آرومتر و سالمتری رو تجربه کنین. حالا که با سبک‌های مختلف دلبستگی آشنا شدیم، توی بخش‌های پایانی میخوایم ببینیم چطور میشه از این دانش برای ساختن یه رابطه شادتر و پایدارتر استفاده کرد. ارتباط مؤثر چطور کمک میکنه که بهترین شریک رو پیدا کنین و رابطتون رو حفظ کنید؟ هیچ رابطه‌ای شبیه بقیه نیست. هر کدوم چالش‌های خودشونو دارن. اما چی میتونه باعث بشه که یه رابطه همیشه سالم باقی بمونه؟ جواب اینه: ارتباط مؤثر. ارتباط درست نه تنها بهتون کمک میکنه که از همون اول یه شریک مناسب پیدا کنید، بلکه باعث میشه که توی رابطه هم بتونید مشکلات رو مدیریت کنین و اجازه ندید که سوء تفاهم‌های کوچیک تبدیل به بحران‌های بزرگ بشن. اما فقط پیدا کردن یه آدم خوب کافی نیست. خیلی از رابطه‌ها اولش خوب پیش میره، اما کم کم آدم‌ها از احساسات واقعیشون کمتر حرف میزنن. خیلی وقتا مشکلات کوچیک رو نادیده میگیرن تا وقتی که اونا تبدیل به یه بحران جدی بشه. چیزی که یه رابطه رو واقعا پایدار میکنه اینه که بتونیم توی لحظات حساس نیازها و احساساتمون رو بدون ترس و پنهانکاری بیان کنیم. خیلی از آدما میترسن که اگه نیازهاشون رو بیان کنن طرف مقابل ازشون دور بشه. اما یه باور اشتباهه. کسی که واقعا آمادگی یک رابطه سالم رو داره از صداقت و شفافیت فرار نمیکنه. ولی اگه یه نفر با شنیدن نیازهای شما معذب میشه، شاید نشونه این باشه که اون آمادگی یه رابطه جدی رو نداره. پس بیان کردن احساسات نه تنها وقتتون رو تلف نمیکنه، بلکه بهتون کمک میکنه که بفهمین که این رابطه واقعا ارزش سرمایه‌گذاری احساسی رو داره یا نه. چطور بفهمیم که طرف مقابل واقعا آمادگی رابطه رو داره و به این رابطه متعهده؟ تصور کنید چند بار با یکی قرار گذاشتین ولی هنوز نمیدونین که رابطه شما جدیه یا نه. شاید توی ذهن خودتون مدام فکر کنین باید صبر کنم ببینم چی میشه، یا نکنه اگه ازش بپرسم فکر کنه زیادی وابستم. اما به جای اینکه توی ذهنتون 1000 تا سناریو بچینین، بهترین کار اینه که این موضوع رو مستقیم باهاش مطرح کنین. شاید فکر کنین که این کار باعث میشه نیازمند به نظر برسید، ولی در واقع نشونه عزت نفس و آگاهی شما از رابطه است. کسی که یه رابطه واقعی میخواد از این گفتگوها استقبال میکنه، نه اینکه فرار کنه. و اگه واکنشش با چیزی که انتظار داشتین فرق داشت، حداقل تکلیفتون باهاش روشن میشه. چرا سبک دلبستگی روی نحوه ارتباط ما تأثیر میذاره؟ بیاین یکم عمیق‌تر بشیم. همه ما یه سبک دلبستگی داریم که توی کودکی شکل گرفته و روی نحوه ارتباطمون با دیگران تأثیر میذاره. این سبک دلبستگی میتونه باعث بشه که توی رابطه احساس امنیت کنیم یا برعکس باعث بشه که مدام توی استرس و اضطراب باشیم. اگه سبک دلبستگی مضطرب دارین، ممکنه بیش از حد احساساتتون رو بیان کنین و انتظار داشته باشین که طرف مقابل مدام بهتون اطمینان بده. اگه سبک دلبستگی اجتنابی دارین، ممکنه از بیان احساساتتون فرار کنین چون از صمیمیت زیاد میترسین. و اگه سبک دلبستگی ایمن دارین، راحت احساساتتون رو بیان میکنین و از نزدیک شدن به کسی نمیترسین. اگه بدونین سبک دلبستگیتون چیه، میتونین آگاهانه روی شیوه ارتباطتون کار کنین و یاد بگیرین که نیازها و نگرانی‌هاتون رو به روش سالم‌تری مطرح کنین. فرض کنید به طرف مقابلتون میگید تو همیشه داری از نامزد قبلیت حرف میزنی، این واقعا مسخره است، یا تو اصلا به رابطمون اهمیت نمیدی. این جملات چه احساسی در طرف مقابل ایجاد میکنه؟ طبیعتاً دفاع، عصبانیت و عقب نشینی. حالا اگه این رو امتحان کنید
وقتی از نامزد قبلیت صحبت میکنی، من یه حس ناراحتی و ناامنی پیدا میکنم. برام مهمه که بدونم تو از این رابطه راضی هستی. اینجوری به جای اینکه طرف مقابل حس کنه داره قضاوت میشه، شما احساسات خودتون رو مطرح کردین بدون اینکه سرزنشش کنین. ارتباط مؤثر یعنی همین. بیان احساسات بدون متهم کردن طرف مقابل. ارتباط مؤثر شاه کلید یه رابطه سالمه. اول اینکه اگه از همون اول نیازها و احساساتتون رو شفاف بیان کنید، احتمال پیدا کردن یه شریک مناسب بیشتر میشه. و دوم، اگه توی رابطه فعلیتون مشکلاتتون رو بدون سرزنش مطرح کنید، کیفیت رابطه بالاتر میره و احساس امنیت بیشتری ایجاد میشه. همه اینا یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت از گفتگو نترسین، چون ارتباط مؤثر پایه یه رابطه پایدار و شاده. توی ادامه اپیزود میریم سراغ این که چطور از سبک‌های دلبستگی برای بهبود رابطمون استفاده کنیم. براتون پیش اومده توی رابطه سر یه موضوع کوچیک بحثتون بالا بگیره و بعد یهو ببینید کار به کلی چیزای قدیمی تر کشیده شده. یه اختلاف کوچیک درباره این که کی باید الان ظرفا رو بشوره تبدیل میشه به این که تو هیچ وقت به من اهمیت نمیدی یا همیشه همه کارهای خونه رو من انجام میدم. واقعیت اینه که همونطور که توی اپیزود 2 مفصل صحبت کردیم، تعارض توی هر رابطه پیش میاد. ولی مهم اینه که چطور مدیریتش کنیم. برخلاف تصور خیلیا، بحث کردن با شریک عاطفی اگه به روش درستی انجام بشه حتی میتونه رابطه رو قوی تر کنه. توی این قسمت 3 نکته مهم رو بررسی میکنیم که کمک میکنه تعارض‌ها رو به جای تهدید به فرصتی برای صمیمیت بیشتر تبدیل کنیم. یک، این که از تعمیم دادن خودداری کنید. یکی از بزرگترین اشتباهات توی دعوا اینه که بحث رو از این موضوع کوچیک به کلی چیزای دیگه بس بدیم. مثلا تو هیچ وقت به من اهمیت نمیدی. واقعا هیچ وقت؟ یعنی حتی یه بار هم بهتون اهمیت نداده؟ یا همیشه من باید کارهای خونه رو انجام بدم؟ یعنی اون هیچ وقت کمک نکرده؟ به جای اینکه کل شخصیت طرف مقابل رو زیر سوال ببرید، فقط درباره مشکل خاصی که پیش اومده حرف بزنید. مثلا اینجوری بگید: من احساس میکنم مسئولیت کارهای خونه بیشتر روی دوش منه. میتونیم در موردش یه راه حلی پیدا کنیم؟ اینجوری به جای اینکه شریک عاطفیتون احساس کنه مورد حمله قرار گرفته، متوجه نیازتون میشه و احتمال اینکه همکاری کنه خیلی بیشتره. 2، اینکه به رفاه شریک زندگیتون توجه کنید. همیشه دنبال یه راه حل باشید که هر دو نفر ازش راضی باشید. مثلا تصور کنید دوست دارید تعطیلات رو کنار دریا بگذرونین، اما شریک زندگیتون دوست داره به یه جای جدید سفر کنه و تفریحات متنوعی داشته باشه. اگه هر دو روی نظر خودتون پافشاری کنید، فقط باعث ناراحتی هم میشید. پس راه حل چیه؟ پیدا کردن یه گزینه میانه. مثلا میتونید یه جایی برید که هم ساحل داشته باشه، هم جاهای دیدنی و تفریحی دیگه. یه روز رو برای استراحت کنار دریا بذارید، یه روز دیگر رو برای گشت و گذار. اینجوری هر دو نفر احساس میکنید که نیازهاتون دیده شده و هیچ کدوم مجبور نیست کاملا از خواستش بگذره. 3، تعارض‌ها فرصتی برای نزدیکتر شدن هستن. یکی از اشتباهات رایج اینه که فکر کنیم طرف مقابل باید خودش بفهمه که چی باعث ناراحتی ما شده. مثلا اگه واقعا دوستم داشت، خودش متوجه میشد که نباید این کارو بکنه. لازمه هست من بگم؟ یعنی خودش نمیدونه؟ واقعیت اینه که هیچ کس ذهنخوان نیست. شریک زندگیتون نمیتونه حدس بزنه که توی ذهنتون چی میگذره، مگه اینکه باهاش دربارش صحبت کنید. مثلا اگه توی خونه فقط شما زباله ها رو بیرون میبرید و از این موضوع ناراحتین، به جای اینکه منتظر باشین خودش متوجه بشه، خیلی راحت بهش بگین: من احساس میکنم مسئولیت زباله همیشه با منه، میشه تو هم بعضی وقتا انجامش بدی؟ اینجوری به جای اینکه دلخوری ها جمع بشه و یه روز با یه دعوای بزرگ منفجر بشه، خیلی راحت حلش میکنین. پس تعارض ها رو به یه فرصتی برای رشد تبدیل کنید. بحث و اختلاف نظر یه چیز طبیعیه، اما مهم اینه که چجوری باهاش برخورد کنیم.
اگه موقع دعوا تعمیم ندید، دنبال راه حل‌های دو طرفه باشین و احساساتتون رو مستقیم و بدون سرزنش بیان کنین، رابطتون خیلی قوی تر میشه. پس یاد بگیرید که تعارض رو مدیریت کنین، نه ازش فرار کنین و نه توش درجا بزنین. توی قسمت از این کتاب به نکته قابل توجهی اشاره میکنه. وقتتون رو با کسی که نمیتونه نیازهای عاطفیتون رو برآورده کنه هدر ندید. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه که توی یه رابطه باشین و مدام احساس کنید یه چیزی سر جاش نیست. انگار تلاش میکنید نزدیکتر بشید اما طرف مقابلتون داره فاصله میگیره. یا شاید برعکس حس کردید یکی زیادی بهتون وابسته شد و این نزدیکی براتون خفه کننده است. پس عشق کجای این ماجراست؟ همیشه توی فیلم‌های عاشقانه می‌بینیم که دو نفر با کلی تفاوت دیوانه‌وار عاشق هم میشن و آخرش با خوشبختی تا ابد کنار هم زندگی میکنن. پیام این داستانا واضحه. عشق واقعی همه چی رو درست میکنه. اما واقعیت یکم فرق داره. عشق یه عامل مهم توی رابطه خوبه، اما به تنهایی کافی نیست. چون آدم‌ها نیازهای متفاوتی دارن و اگه نیازها خیلی با هم متفاوت باشه، عشق هر چقدر هم که قوی باشه نمیتونه همه چی رو نجات بده. مثلا یه آدم با سبک دلبستگی مضطرب که تشنه صمیمیته، اگه عاشق یه آدم اجتنابی بشه چی میشه؟ خب یه چیزی شبیه به ترن هوایی هیجانی، ولی نه از اون مدلایی که لذت بخشه، از اونایی که معدتون رو به هم میریزه و بعدش حس میکنین که دیگه هیچ وقت نمیخواین سوار همچین چیزی بشین. چرا؟ چون یه نفر مدام میخواد نزدیکتر بشه ولی اون یکی دائم در حال فاصله گرفتنه. یکی نیازش به توجه و عشق زیاده ولی اون یکی از این که زیادی بهش نزدیک بشن احساس خفگی میکنه. نتیجهش چی میشه؟ کلی سوء تفاهم، ناراحتی و در نهایت یه رابطه فرسایشی که پر از کشمکش‌های حل نشدنیه. پس چجوری یه رابطه سالم و آروم داشته باشیم؟ با کسی وارد رابطه بشید که بتونه نیازهای عاطفیتون رو تأمین کنه. ارتباط مؤثر داشته باشید. یعنی از همون اول مشخص کنید که چی از رابطه میخواین و شریک عاطفیتون هم همین کارو بکنه و خودتون رو فریب ندید. اگه یه رابطه از همون اول روی اختلاف‌های بسیار جدی سوار باشه، بعیده که بعداً با عشق و صبر حل بشه. گاهی بهترین تصمیم اینه که به جای اینکه انرژی و زمان رو روی کسی بذارید که انتظارات و نیازهاش با شما جور در نمیاد، خودتون رو رها کنید و دنبال یه رابطه متعادل تر بگردید. و در نهایت یه رابطه سالم اونی که توش احساس امنیت، آرامش و رشد میکنید. نه اینکه مدام درگیر استرس و جنگیدن برای دیده شدن باشید. ممنون که همراه بودین و این بخشای خلاصه از کتاب دلبسته رو گوش دادید. امیدوارم چیزای جدیدی یاد گرفته باشید و بتونید توی روابطتون ازش استفاده کنید. توی رابطه پایدار هیچ چیزی رو به شانس نسپارید. حالا که درباره سبک‌های دلبستگی و تأثیرشون توی روابط دونستیم، سوال اصلی اینه چطوری از این آگاهی توی زندگی شخصیمون استفاده کنیم. رابطه خوب و پایدار تصادفی نیست. یه مهارته که باید یادش بگیریم. اینجا چند تا نکته مهم برای داشتن یه رابطه موفق رو مرور میکنیم. 1. مشکلات رو به موقع با پارتنرتون در میون بذارید. اگه چیزی توی رابطه اذیتتون میکنه سکوت نکنید. مشکلات کوچیک اگه حل نشده بمونن کم کم جمع میشن و تبدیل به یه کوه از سوء تفاهم میشن. زود مطرحش کنید. منتظر نشید که این مسئله ساده یه روزی به مرز انفجار برسه و واضح و بدون سرزنش بیان کنید. به جای اینکه بگین تو هیچ وقت به من توجه نمی کنی، بهتره بگین وقتی با هم وقت میگذرونیم برام مهمه که تمرکزت روی من باشه. 2. سبک دلبستگی خودتون رو بشناسید. هر چقدر خودتون رو بهتر بشناسید توی رابطه هم بهتر عمل میکنین. اگه مضطربین بدونین که یه پارتنر ایمن میتونه نیازهای عاطفیتون رو درک کنه و توی رابطه احساس امنیت بیشتری داشته باشین. اگه اجتنابی هستین یاد بگیرید که صمیمیت چیزی از استقلالتون کم نمیکنه و یه رابطه عمیق میتونه به رشدتون کمک کنه. اگه ایمن هستید این آگاهی بهتون کمک میکنه شریک بهتری باشین و رابطه سالمتری رو بسازین. 3. انتخاب درست از همون اول مهمه.
با کسی وارد رابطه بشین که میتونه نیازهای عاطفیتون رو برآورده کنه. رابطه سالم، رابطه‌ای که توش آرامش، امنیت و رشد رو تجربه کنید. نه اضطراب و کشمکش همیشگی. اگه بعد از کلی تلاش رابطتون همچنان پر از تعارض و ناامنیه، شاید وقتشه مسیرتون رو تغییر بدید. در نهایت آگاهی از سبک دلبستگی و داشتن ارتباط مؤثر رمز رابطه پایدار و شاده. اینم از خلاصه کتاب دلبسته. امیدوارم این بخشا براتون مفید بوده باشه و بتونین توی روابطتون ازش استفاده کنید. اگه این اپیزود براتون مفید بود، به بقیه هم معرفیش کنید. اگه کتاب دلبسته رو خوندین یا تجربه‌ای در مورد سبک دلبستگیتون دارین، حتما توی کامنت‌ها یا پیام‌ها برام بنویسید. دوست دارم بدونم که نظرتون چیه. و توی اپیزود بعدی قرار درباره این حرف بزنیم که چطور میشه توی رابطه‌ها احساس امنیت بیشتری ساخت. حتی اگه تا حالا همیشه پر از اضطراب یا دوری بودیم، باز هم میشه یه رابطه امن و پرمحبت ساخت. پس حتما همراه ما بمونید. اگه دوست داری مطالب بیشتر و ویدیوی کوتاه درباره روابط، رشد فردی و کیفیت زندگی ببینین، میتونید صفحه اینستاگرام مدرسه شادمانی رو هم دنبال کنید. و اگه به محتوای تصویری علاقه دارین، کانال یوتیوب ما هم هست، جایی که درباره همین موضوعها و کتاب‌های جذاب بیشتر صحبت میکنیم. لینک ها رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم و خوشحال میشم اونجا هم همراه ما باشین. تا اپیزود بعدی مراقب روابطتون باشید.